دارم بستنی میخورم. آجی این بستنیه فکر کنم گرفته وزن منو برده بالا. بستنی دارم زیاد میخورم، نباید دیگه بخورم. لپ در بردم. چیکار خواستم بکنم؟ آها یادم اومد. آقا ما رفتیم این بتل پس سی اس گو چونکش رفتیم خریدیم. 16 دلاره و فهمیدیم که کلا 40 تا دونه بهمون پوینت بیشتر نمیده از اون ستاره ها و بعدش دوباره باید مثل این که بخریم. خورد تو ذوقم. از چت جی پی تی پرسیدم گفتش بهم نامحدوده. کیرم تو کونش. غمگینم. جالبیش به اینه طوری که من تونستم این بتل پس رو بخرم این 4A4 فرهاد رپتور عزیز دلم بود که توی قرعه کشیش به من داده بود و من اونو فروختم و گفتم بتل پس رو بخرم. قیمت M4A4 خیلی باحال بود. این دقیقاً همون M4A4 بود که من داشتم و قیمتش که میبینید هولوش مثلا 25 دلار اینطوری است. من هولوش 30 دلار فروختم و دیده بودم که قیمتش تا 14 دلارم اومده بود و گفتم که بذار یه بیزنسی با خودم واسه این درست بکنم. و من گفتم من اینو الان 30 دلار میفروشم، میرم بتل پس رو میگیرم با 14 دلار باقی مونده این دوباره همینو میخرم و حالا منتظرم که این 14 دلار بشه. اگه بشه. تا الان 37 دلار شده، من 30 دلار فروختم. خب چون بود یه ماه من وایساده بودم این کسکش شده بود تا به تازه به زور شده بود 30 دلار. تازه 30 دلار هم نه 34 دلار. 4 دلارشو کم کرد اسیم کسکش. دزد این حرومزاده. آره دیگه خلاصه این که صورتم گرد شده حاجی. اینقدر بستنی خوردم. راستی اینو بگم میخوام کاسپلی گوست فیسو یا تراریا بود چی بود اون یکی همین این دقیقا کاسپلی اینو انجام بدم و برم بیرون و اینو ولاگشو بگیرم. به نظرتون کدوم باشه؟ گوست فیس یا تراریا بود چی بود همون؟ آره خودم حاجی گوست فیس رو هستم ولی اونم خیلی خفنه. اونو من ماسکشو نمیدونم از کجا باید پیدا بکنم که کوالیتی بالا باشه چون باید چسبیده بشه کلا روی صورت. مدلایی که من دیده بودم کلا دهنش اینجوریه هست و نمیخوام همش اینجوری باشه خیلی خفن میشه. ولی گوست فیس هم توی استریمامون واسهتون رفتیم بعد نبود. با چادر مامانم لباسشو باید درست کنم دیگه به هر حال. آره بهم بگید. تصمیم گرفتم بعد 4 ماه اینطوریا این بزرگوار عزیزمو ببرم تمیز کنم. خیلی توش احساس کنم گرد و خاک باشه چون اینجا جاییه که سیستم منه. بله و سیما رو که اصلا امام میزن اصلا اینا رو ول کن. ولی خاکی که اینجاه اصلا کم نیست. حالا اینجاها رو من باید همه جا رو تمیز کنم. اون دوتا هم دمپاییامن. موقعی که خسته میشم اونو میپوشم، موقعی که اوکی ام پا میذارم رو اونا. یا پیشیه که خبیدی اینجا به کلی پتوی منو پشمی کرده این کیکه پکی امخ. حالا دیگه این پسرمو من ببرم تمیز بکنم که فکر کنم قرار فوشم بده چون انقدر گرد و خاک داره. توشو نگاه پشمام حاجی گرد و خاک ها رو من غلط کردم عزیزم. الان میرم تمیزت میکنم. نیگو این همه چه خبره مثل اینکه قرار کونم واقعا به معنای واقعی پاره بشه. قبل و بعد این قراره چی بشه؟ حتی اینجاها هم خاک داره. پشمای میشل هم همه جا هم هست. میشل خان با اون چشات آره همش پشمای توه. کیکه پایی. خب دیگه من برم اینو تمیزش بکنم دیگه. کورم قراره باره بشه. چقدر خاک داشت توش فقط. الان ببین چقدر تمیزتر شد. خدا وکیل. چرا من هر موقعی که دارم ویدیو میگیرم
بله داشتم میگفتم بچم انقدر کثیف بود الان چقدر تمیز شده. نگاه. حالا اوکی من اینجا رو باید دیگه دستمال بکشم تا قشنگ گرد خاکش بره، ولی این قسمت رو دیدی؟ من از بالا اینجا باد گرفتم روش و چقدر گرد خاک اومد بیرون. هنوزم که هنوزه حاجی این نمیره دیگه. میخوام این تور رو بهتون نشون بدم. ای کیرم تو چونه. ببین معلوم شد. ببین اون لارو چقدر کیریه. آره اونا دیگه واقعا با این سشوار فکستنی نمیره. باید یه ذره قوی‌تر باشه اون بادی که بهش میخوره. این زیرم دیگه تمیزش کردم اینجوری تونستم. برم این بقیه تمیزکاریاشو بکنم و آخرش بهتون نشون میدم چی جوری شد. آره بای. آقا اینم از کیس قشنگ ما تموم شد کارش. تمیزش کردم و حالا موقعی که روشنش میکنم باید ببینید. سلام. و اینکه نوبت به اینجا میرسه حاجی. ریدمال قشنگ چونم پاره است، مخصوصا سر چی؟ سر این سیما. برم اینا رو هم تمیز کنم میام. بله خداحافظ. پاره شدم به معنای واقعی. ساعت 8:30 بود که من داشتم اتاقو تمیز میکردم، موها رو، و الان ساعت 11. همه جاش تمیز شد. البته مانیتورا رو یادم رفت حاجی. وای خدایا. ولی ببین انقدر این پروسه این طول کشید. سیمای این پشتم یه ذره مرتب کردم، اینا رو جاشون یه ذره تغییر دادم. آره مانیتورام هم همینطور در حد خیلی کم جاشون رو تغییر دادم، بهتر شد زاویه‌هاش. کامرامو بردم بالاتر. اینجا رو تمیز کردم. کشومو تمیز کردم. بله. البته اصلا نوع صحبت کردن ندارم. گوشتم هم هست. هیچی نخوردم. فقط صابونه خوردم. استریم هم دارم. خب من میرم و میام دوباره. تصمیم گرفتم از شیشیش درست کنم خب و اومدم به شما هم یاد بدم که چجوری خودم درست میکنم و بسیار و بسیار خوشمزه میشه. با من همراه باشید. ایراد شف. خب ببین اول از همه این که این شیشامونو خب میریم خورد میکنیم. خودم دیگه تو تصویر نیست. مثلا اینقدر بلند ای بابا. ما شیشامونو که در آوردیم میگیریم خورد میکنیم این تو. و از اونجایی که من حواسم بود و زیر گازو کم کردم که به گا نرم و روغنا نپاچن رو دست و صورتم، همیشه یه دونه باید تست بکنیم. اوکی ببینید شیش چجوریه. خب پستش در بیاد دیگه. مادر جنده. آره نوبت یکی حالا این که هم خورد میکنیم. این بقیه‌اش هم میخوریم. و کاری که میکنیم اینا رو توش هم میزنیم. خیلی باید حواستون باشه که اینا همشون به ترتیب درست بشن دوستان. از یه که من میزنم پودر سیره. پودر سیر خوشمزهش میکنه. آره حالا ما زیرانی زیاد کنیم بپذیم. اونایی که مثلا من چیپسی و اینجوری دوست دارم ببین یه ذره دیگه باید بپزه. دو طرفش دقیقاً سرخ بشه و بعد از اون تخم مرغ می‌زنیم. بله. سپس تخم مرغ رو می‌ریزیم. به گوه نریم. دوباره مثلا فیلم برداری و این چقدر حرفه‌ایه. حال می‌کنی؟ اینا رو دیگه هم می‌زنی
البته قبلش الان اینجا این پودر سیره رو باید بریزی توش و اگه نریزی به گاه میری. یه ذره زیاد شد ریدم. نه اینا رو میگیری اینجوری هم میزنی. آره دیگه اینا هم اینجوری هم میزنی که همه جاش پخته بشه. نه تو بابا خواه پاسه برو گم شو میتونی دیگه. بله این خالی کردم ببین به همین صورت. بعدش میام میشورم. آره نگران نباش. بعد خداحافظ. حاجی ساعت شد 12:30. 11 بود گفتم کارم تموم شد. اومدم براتون ویدیو بگیرم از حالا مانیتور و اینا. کلا دیدم این روشن نمیشه. بدم چی شد؟ چون این روشن نمیشه و اینا. فهمیدم که از سراحی بود. تبدیل ستایی گذاشته بودم روش، بعد خیلی کیری بودون. تبدیل داشته اتصالیم کرده. رفتم بیرون سراحی آوردم 6 تایی، 2 تا 6 تایی. محافظ نیستش دیگه سراحی. بعد اینو زدم 6 تا اون پایینه اون بره، میدونم این بره. الان به هیچ 1.5 ساعت طول کشید تا بخوام اینا رو جابجا بکنم. کلا کمرم داره میشکنه. بعد 3 سری جوربرقی کشیدم انقدر اون پشت گرد و خاک بود. این پشت رو ببینم چجوری شد. قشنگ ترتمیزتر شد ولی اوکی. اینم اینجا یه 3 تا ایریز مجزا راحت‌تر شد. این پیشی هم اینجا خوابیده پیش من. پیشی بگیری کل پتوی منو کرده پشم. کل پتوی من شده پشم. آره ببین داره میشنوه. آره کل پتوی منو شما کردی پشم. چونم پاره شد. آجه ساعت 12:30 استریم دیگه نمیرسه. واقعا یه سری موقعی اتفاقایی میفته. البته خوب شد الان اینجوری شد که باید برم 2 تا محافظ بزرگ بگیرم. یه محافظ خوب همین فردا میرم میگیرم. ولی چونم پاره شد خیلی بد. یه ذره برم گیم بزنم. فکر نکنم استریم برم. خیلی خستم. آجه ساعت شده 2:30 و من تازه میخوام گیم بزنم. داشتم تا الان نورپردازی ها رو تنظیم میکردم واسه فردا که واقعا استریم بذارم، چیز دیگه ای نمونه. کسری ساعت 2:30 من الان کی بگیرم تو 5 صبح. خب بعدش 3-4 بعد از اون میگیرم میخوابم. ای خدا عجب بد. خوابم هم نمیاد. حالم خوب. پیشی هنوز اونجا. برم حداقل گیم بزنم یه ذره آرامش بگیرم. اگه آرامش بگیرم و البته فوش خار و مادر نکشم به این عربای چاقال. اصلا سر و بعض موها رو نگاه حاجی ترکیدم. خداحافظ. حالم بد. کل پولام به گاه دادم. رفتم اینا رو گرفتم. اوکی اول از این شروع میکنم. آقا ببین این خدا وکیل خوشگله دیگه. خب اینو گرفتم. یه دونه از اینه. خب اینو بابا خب خوشم آمد از این پاپیونوش قشنگه. اینو گرفتم بعد اینم گذاشتم روش. این بیلبیلیرم خودم چسبوندم روش. بعد دیگه آره پولام بگاه رفت برادر. یه دونم اینو گرفتم. $14 داشتم. اسکینام کم کم داره کامل میشه. این چاقال هکر کسکش دوباره میاد. چند تا کیس داشتم، چند تا اسکینگان داشتم. البته اونا کسچر بودن این سرش ولی اونا رو برداشته بود. همینجوری نه سوشو مغزنم. اینا رفتم خریدم. حداقل استفاده ببرم تو دلم نمونه. ولی تمام فکر کنم خالی کرده بود. یادم نمیاد. بی پولم کرد. این دیگه هم اینو راستی آقا. دیگه هم خیلی دوست دارم. ببین اقتصادی من خرید میکنم خدا وکیلی. مثلا این واقعا $4 خوبه. این بیلبیلی هم داره تازه روی خودش. این در حالت عادی خودش $4 ولی این بیلبیلیه 38 سنته. این 38 سنت من اینجا سود کردم. بله اینم یو اس بیمه. مبارکم باشه. آقا من رفتم اینا رو خریدم. ویدیو بعدی قراره بفهمید که چه اتفاقی میخواد بیفته واسه اینا. بله و همکنون ما لایو هستیم. بله و آره
با اینا میخوام یه حرکتی بزنم چون هالووینم داره میشه، گفتم یه تنوعی بشه. پس توی ویدیو بعدی اینو بهتون میگم، الان نمیگم بهتون. من برم استریم رو بکنم. بوی